گفتی عمر خیام دوستان سه نوع انگر بدانی، کنانی اند و جانی اند زبانی. حضرت ها در همون دورهای خود چون همین دوستای حاضره را علاکه در لابراتوار گذرانیدن، دیدن این دوستی که امروز داریم مثال زبانی میشیده است، نانی میشیده است، جانی میشیده است. به نانی نان بیده از در بیرانش، همونش که کیسه ای تر نگاه داره، همونش که درآمد تا نگاه داره، همونش که منصب تو قطعی آشنا هست، بتیش از همون مال دنیا یک قسمه کش بتی بگو برا دور برا، در پهلوت و راه نتی. دویم دوستایی که هستن زبانی هستند، مثال میاد در پیش بسیار خودش ملایم میکنه و سخنهای دیگر آدم هم میاره پیش تو و دیگر خودش بسیار شیرین میکنه و قطعی زبانی نوازش کن، او دوستی زبانی هست. لیکن دوستی جانی را عمر خیام گفتن با جانی جان بیده گر میتوانی. یکی دوستی جانی را همیشه چیکار کن؟ در پهلوت بگیر.